چنانه که قبلا اطلاع داریم در نتیجه یکباره گرم شدن آب و هوا، آبشوی با سرعت پیریخ‌ها و بلندشوی آب رودخانه دهه زوگوند ناحیه اشکاشم در دهه نام برده حادثه سیل‌فرویی به قید گرفته شد. در نتیجه این حادثه طبیعی خانه‌های استقامتی ساکنان دهه روی اهمیت بین المللی داشته مؤسسه‌های ساحه اجتماعی و باغات و زمین کشاورزی و دیگر انفراستراکتور دهه خراب گردیدند. در روز نخستین سر زدن آفت طبیعی وضعیت به عمل آمده تحت توجه مخصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار داده شده فوراً گروه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان زیر رهبری رئیس ولایت میرزاناباد علیشیر خدابردی به جای حادثه سفر برگردیدند و دوام 2 روز به برطرف سازی عاقبت آفت طبیعی مشغول می باشند. با سپارش به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان علاقه کمیسیای جمهوریوی در محل حادثه برای معین نمودن حجم خسارات به خواجگی دهه وارد شده قرار دارند و برای معین نمودن مبلغ خسارات فعالیت شبانه روزی دارند. دستگیری عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده و برطرف کنی عاقبت‌های آفت طبیعی زیر توجه مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت دولت قرار داشته از روزهای اول سر زدن آفت طبیعی از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با عائله‌های ضرر دیده برای تامین آنها با شرایط بلند زندگی صحبت تلفنی انجام داده شد. صبح روز 7 اوگوست در زمینه سیاست بشردوستانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد سری وقت برطرف نمودن عاقبت آفت طبیعی به ساکنان ناحیه اشکاشم ولایت مختار کوهستانی بدخشان کمک پیشوای ملت عبارت از مواد نیاز اول فرستانده شد. گزارش در این خصوص. دستگیری عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده و برطرف کنی عاقبت‌های آفت طبیعی زیر توجه مخصوص پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد. در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های از آفت طبیعی روزهای اخیر ضرر دیده با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جانب اگنتی دولتی ذخیره‌های مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه اشکاشم کاروانی عبارت از 20 ماشین پربار کمک فرستاده شد. کمک از انواع خوراکواری از جمله کارتوشکا، پیاز، برنج، روغن و آرد، مسئله ساختمانی از قبیل سمنت، تخته، اینچنین اسباب و انجام روزگار که مجموعاً بیش از 470 تن محصولات را تشکیل می‌دهد به ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده دسترس می‌گردد. کمک مذکور در دایره اقدام‌های بشردوستانه سرور دولت محترم امام علی رحمان جهت پیشبرد زندگی ساکنان و برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی سفربر گردیده و بهتر گردیدن وضع اجتماعی ضرر دیدگان تأثیر مثبت می‌رساند.